سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 26 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. نمایش زور و بازو، قرقیزستان برای تقویت مرزش 55 ماشین زیر پوش تیگر خرید است. تشکیل تلفن باوری و روزهای قبول جنرال شریف نظرزاده در بدخشان. علاکه چند هزار کشته، جنگ روسیه با اوکراین وارد ماه دوم شد. باز 110 تاجیک را از لهستان به تاجیکستان آوردند. در گذشت هنرمند معروف تئاتر و سینمای تاجیک رجب حسینوف. مرگ یک نورس از استرافشان در نتیجه صدمه در روز دوشنبه خوجند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 25 مارت در دو میدان مرکزی شهر بشکک، میدان قدیمه و میدان علاتو، با اشتراک رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچبک توشیف، مراسمی به خدمات مرزبانی و وزارت حالتهای فوق‌العاده سپردن تکنیک حربی و مخصوص دایر شد. به قشونهای مرزبانی قرقیزستان 55 ماشین زیر پوش تمغه تیگر که برای کشاندن سربازان پیش بینی شدند، همچنین 50 ماشین کماز داده شد. این تکنیک حربی از پول بودجه خریداری شدند. همین طور وزارت حالتهای فوق‌العاده با کمک بانک جهانی 58 ماشین سوختار نشانی دریافت کرد. این وزارت گفت از سال 2008 به این طرف این بار اول است که پارک ماشین‌هایش با چنین مقیاس بزرگ نو کرده می شود. اما بخش اعظم تکنیک خریدار شده حربی بوده برای تقویت حمایت مرزهای قرقیزستان پیش بینی شدند. قمچبک توشیف گفت اکثر این ماشین ها به ولایت بادکن فرستاده خواهند شد. بخش اساسی آن را به ولایت بادکن میفرستیم. در آنجا طور خبر دارید مسئله سرحدی خطرناک است، گفت توشیف. او همچنین گفت که اخیرا قرقیزستان برای حمایت مرزهایش از ترکیه هواپیماهای بی سرنشین بیرقدار و از امارات متحده عرب 40 ماشین زیر پوش خرید و روزهای نزدیک با جلب این تکنیک‌های نو از جمله هواپیماهای بی سرنشین مشق‌های حربی دایر خواهد کرد. پرزیدنت صادر جباروف که خودش سر فرمان یکی از ماشین‌های زیر پوش نشست، آن را از میدان مرکزی بشکک راند. قبلا گفته بود اگر سالهای پیش بشکک از خارج اساساً تجهیزات‌های کونه را به شکل کمک بی بازگشت می‌گرفت، از این به بعد از حساب خود تجهیزات‌های موثر خواهد خرید. سال گذشته برای این هدف‌ها از بودجه 7.5 میلیارد سوم جدا شده بود. امسال برای تحکیم حفظ سرحد حدود 3 میلیارد سوم جدا میکنیم، گفت صادر جباروف. 7.5 میلیارد سوم این برابر تقریبا 80 میلیون دلار و 3 میلیارد سوم برابر بیش از 30 میلیون دلار آمریکایی است. تقویت سلاح‌های قشون‌های مرزبانی قرقیزستان در پس منظر مناقشه‌های مسلحانه پیوسته در مرز این کشور با تاجیکستان صورت میگیرد. تنها در یک سال اخیر در نتیجه زدوخوردها در مرز ولایت‌های بادکند قرقیزستان و سغر تاجیکستان دست کم 58 نفر به هلاکت رسیده، نزدیک 270 تن دیگر زخمی شدند. ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که با مقصد تحکیم همکاری ملیسیا با جامعه، پیشگیری از همه گونه کردارهای ضد حقوقی، جنایت و حقوق ویرانکنی و حفظ حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان، در ریاست تلفن باوری سردار ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال لیتنانت میلیسیا نظرزاده شریف رحمان تحت رقم 20202 تأسیس داده شد. میلیسیای بدخشان میگوید تلفن باوری جنرال شریف نظرزاده بدون تنفس به طور شبانه روزی فعال بوده. هر نفر میتواند درباره کردارهای ضد حقوقی، جنایتکاری و قانون شکنی ها، تحکیم همکاری میلیسیا با اهالی، تکلیف و پیشنهاد و عرض و شکایت پیشنهاد نماید. میلیسیای بدخشان همچنین صفحه های خود را در شبکه‌های فیسبوک و اینستاگرام تأسیس داده اعلان کرد که جنرال شریف نظرزاده هر روز شنبه خودش شخصا شهروندان را به حضور گرفته به عرض و شکایت های آنها گوش خواهد داد. شریف نظرزاده در پایان ماه فوریه سردار ریاست وزارت کارهای داخله ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. او قبلا رهبری میلیسیای شهر دوشنبه را بر عهده داشت. جنرال نظرزاده در پایتخت نیز از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای شنیدن عرض و شکایت‌های شهروندان فراوان استفاده می‌برد و کمانده او یکی از فعالترین اداره دولتی در مسئله همکاری با جامعه شمرده میشد. میلیسیای بدخشان میگوید تمام عرض و شکایت‌ها به واسطه به سردار ریاست وزارت کارهای داخله
در ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال لیتنانت میلیتسیا شریف نظرزاده پیشنهاد گردیده اوید به هر یک آن سنجش‌ها گذرانیده می شود. علاوه بر این از جانب رهبریت مقامات کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان به مسئله قبول و سنجش همه‌جانبه عرض و شکایت‌های شهروندان اهمیت جدی داده شده. شخصا خود سردار ریاست گنرال لیتنانت میلیتسیا شریف نظرزاده روز شنبه هفته شهروندان را قبول می نماید که در نتیجه عرض و درخواست و شکایت‌های آنها مورد سنجش و چهاره‌اندیشی همه‌طرفه قرار داده می شود. اما در اطلاع گفته می شود که شهروندانی که از منطقه‌های دوردست به قبول سردار میلیتسیا بدخشان به خوراق می‌آیند نوابسته از روزهای هفته و وقت و ساعت قبول کرده می شوند. میلیتسیا ولایت مختار کوهستان بدخشان از کل شهروندان خواسته است تا نسبت حادثه و واقعه‌های به وجود آمده یا عمل و کردارهای نامطلوب بی‌طرف نباشند و جهت پیشگیری و تأمین ترتیبات جمعیتی با کارمندان میلیتسیا در همکاری زیچ باشند، زیرا تنها در همبستگی میتوان پیش روی همه گونه کردارهای ناشایسته را در جامعه گرفت. مقام‌های نظامی روسیه و اوکراین از یک ماه اول جنگ بین این دو کشور که در مسکو عملیات مخصوص حربی نامش میبرند نتیجه گیری کردند. ستاد کل ارتش اوکراین که اخیراً علاقت 1300 نفر از نیروهای اوکراین را تصدیق کرده بود روز 26 مارت خبر داد که تلفات عمومی جانب روسیه به 16400 نفر رسیده است، اما دقیق کرده نشده است که چند نفر از جانب روسیه کشته و چند نفر زخمی و چند دیگر اسیر شدند. و اما یک نماینده ناتو در این هفته در یک نشست خبری پوشیده به ژورنالیستان گفت تلفات نیروهای روسیه در اوکراین از 30 تا 40 هزار نفر را میتواند تشکیل کند. به حساب او شماره کشته شدگان از جانب روسیه میتواند تا 15000 نفر باشد. و اما روز 25 مارت ستاد کل ارتش روسیه بار اول بعد 2 مارت رقم‌های نوی را درباره تلفات جانی نیروهای این کشور در اوکراین نشر کرد. بنابراین ارقام از اول عملیات مخصوص حربی در اوکراین 1351 نظامی روسیه کشته و 3825 نفر زخمی شدند. ستاد کل ارتش روسیه در این زمان تلفات جانب اوکراین را حدود 30000 نفر رقم زده. گفت از این شمار بیش از 14000 تلفات بی بازگشت و نزدیک 16000 تلفات سانیتاری یعنی زخمیان تشکیل می‌دهند. اوکراین هلاکت تنها 1300 نفر از حربیانش را تصدیق می‌کند، ولی میگوید در نتیجه حمله‌های ارتش روسیه بیش از 1000 نفر از ساکنان ملکی از جمله 133 کودک کشته شده، 187 کودک زخمی شدند. شماره گریزها از اوکراین باشد به حساب سازمان ملل از 3.5 میلیون نفر گذشت. به حساب وزارت مدافع روسیه جانب اوکراین در یک ماه اول 1587 تانک و ماشین‌های زیرپوش از 2416 چنین تکنیک نظامی داشته را از دست داد. همچنین از 152 هواپیماهای حربی اوکراین تنها 112 هواپیما و از 149 چرخبال همگی 75 چرخبال باقی مانده. نیروهای روسیه گویا از 36 هواپیمای بی سرنشین تمغه بیرقدار الکی 35 چنین هواپیما را از بین بردند. همین طور به ادعای مسکو از 59000 نفر نیروهای اوکراین در دنباس از آغاز عملیات 16026 خونسار کرده شدند. ستاد کل ارتش اوکراین باشد خبر می‌دهد که تا صبح 26 مارت نیروهای اوکراین 575 تانک، 1640 ماشین‌های زیرپوش، 293 توپخانه، 117 هواپیما، 127 چرخبال، 7 کشتی و قایق، 73 واگن مواد سوخت و 56 هواپیمای بی سرنشین ارتش روسیه را از بین بردند. نماینده ناتو در نشست پوشیده‌اش روسیه را به آن ابدار کرد که تا حال به شیوه‌های دهشتبار دوران جنگ دوم جهانی جنگ می‌کند و اگر در جنوب اوکراین و آن هم در بهای عاقبت‌های فاجعه‌بار بمباران شهرها به پیشرفت‌ها نائل شده باشد، ولی در 3 سمت اساسی حمله‌اش کیف، خارکوف و چرنیگوف به بنبست افتاده است. گفته است این نماینده ناتو بدون بردن نام اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم می‌کنند و به ضد روسیه تحریمات سنگین جاری کردند. در کشورهای غرب مال و ملک اولیگارخ‌ها و منصبداران روسیه از جمله قصرها و یخته‌های آنها را به مبلغ چندین میلیارد دلار به حبس گرفته، حبس‌های بانکی آنها را به مبلغ 10 میلیارد دلار بستند. همین طور در فرودگاه‌های خارجی 78 هواپیمای شرکت‌های هواپیمایی روسیه را به حبس گرفتند. ولی با وجود اصرار جامعه جهانی روسیه یکروانه به قطع جنگ و بیرون کشیدن نیروهایش از اوکراین تا حال
میل نشون نمیدهد. ولادیمیر مدینسکی رهبر هیئت روسیه در مذاکرات با اوکراین گفت قراردادهای صلح با کیف در صورت امضا خواهد شد که اگر اوکراین حل سلو کرده شده هیچگاه عزم پیوستن به ناتو نکند و از دست دادن کریم و دنباس را بپذیرد. اوکراین این شرط ها را غیر قابل قبول مینامد و آتش بس بدون قید و شرط و خروج نیز بدون قید و شرط ارتش روسیه را از قلمروش طلب دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. خبرگزاری دولتی خاور خبر داد که صبح 26 مارت باز 110 شهروند تاجیکستان را که در پی بد شدن وضع اوکراین به لهستان پناه برده بودند به وطن برگرداندند. خاور گفت برگردانیدن این شهروندان با دستور حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. در عموم تا امروز الکی 413 شهروند تاجیک از اوکراین فرار کرده را از لهستان به تاجیکستان آوردند. قبلا گزارش شده بود که روز 12 مارت توسط دو هواپیمای شرکت لهستانی اینتر ایر 303 شهروند تاجیک را از ورشاو به دوشنبه آورده بودند. سفارت تاجیکستان در آلمان که مسئله انتقال شهروندان تاجیک از لهستان به وطن را بر عهده دارد گفته بود در فرودگاه‌های ورشاو آن شهروندان تاجیک را که با خود حجت نداشتند با شهادتنامه بازگشت به وطن تامین کرده است. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. در اوکراین به حساب سفارت تاجیکستان در کیف تقریبا 4000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی می‌کردند. در پی بد شدن وضع بنا به اطلاع سفارت 2033 شهروند تاجیکستان به لهستان، 210 نفر به مولدووا و 43 نفر دیگر به اسلواکیه پناه بردند. کشورهای عضو اتحاد اروپا و منطقه شنگن به شهروندان خارجی که از اوکراین خارج میشوند تا 2 هفته حق ورود به قلمروش را بدون ویزا اجازه دادند، ولی به فرق از اوکراینی ها به دیگر خارجیانی که ترک اوکراین میکنند در اروپا پناهندگی نمیتیند. به حساب سازمان ملل بعد آغاز جنگ روسیه و اوکراین الکی 3.5 میلیون نفر اوکراین را ترک کردند. اکثر آنها را زنان و کودکان و پیرانسالان تشکیل میدهند. رادیوی فرهنگ روز 26 مارت از درگذشت هنرپیشه شایسته تاجیکستان رجب حسینوف در سن 80 خبر داد. درباره سبب مرگ هنرمند چیزی گفته نشده است. استاد رجب حسینوف تازه ماه آگوست سال 2021 به سن 80 رسیده بود. رجب حسینوف هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک 15 آگوست سال 1941 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او از سال 1980 عضو اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان و اتحاد شوروی بود و سال 2000 سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده بود. رجب حسینوف سال 1964 دانشکده تئاتری و هنری به نام استروفسکی شهر تاشکند را ختم نموده تا سال 1998 در طول 34 سال در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاهوتی نقش آفریده. از سال 1998 هنرپیشه تئاتر دولتی دراموی روسی به نام مایاکوفسکی بود. در قریب 60 اسپکتاکل از قبیل گاملت، شب گرفتن ماه، رستم و سهراب، داد از دست عقل، روزنها، مرا ترک نکن، شب آخرین سقراط نقش‌های خاطرمون بازیده است. ولی هنر رجب حسینوف در سینما بیشتر ظهور کرده است و او در تاجیک فیلم، کینوستودیوهای مسکو، ازبکستان، مینسک، افغانستان در ده‌ها فیلم نقش آفریده است. قصه زندان پاویاک، 4 درویش، ستاره اولوغبک، جمعه هفتم، رابطه، طوفان در وادی، گرافگان، سرحد آرام، 7 داماد دزدیده شده، سیب از جنت و فیلم بسیار قسمتی تلویزیونی جورا شکارچی از مینرخر نمونه از قریب 50 فیلمند که رجب حسینوف در آنها ابرزهای گوناگون آفریده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه فیض‌آباد با عریضه زنی 41 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 23 مارت سال 2022 شخص نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل صندوق 75,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. هنگام گذرانیدن 4 بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 19 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 21 آگوست سال 2020 مرد 42 ساله ساکن پایتخت با روی فریب
به باوریش در آمده از او $15,000 امریکایی گرفته وعده داده است که بر عوضش از بنای بلند آشانه نوساخت کوچه سامانیان شهر وحدت خانه استقامتی گرفته می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. همین طریق 28 مای سال 2020 به باوری مرد 28 ساله ساکن نویه واسه در آمده 133,000 سامانی گرفته است. همچنین نامبرده 8 اکتبر سال 2018 به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت در آمده از او 127,000 سامانی گرفته است. همین طریق ماه آگوست سال 2019 به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت در آمده از او 122,000 سامانی گرفته مبلغ گرفته‌اش را تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع این وزارت شام 23 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا روزقزاده عمران یحیی سال تولدش 1988 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه خوجند از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت راست راه چپ شده است. در نتیجه صدمه دو مسافر این ماشین سلطانوف بختیار سال تولدش 1994 و نابالغ مرادوف اسفندیار اعظمویچ سال تولدش 2005 ساکن شهر استرافشان سال تولدش 2005 ساکن شهر استرافشان جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. متاسفانه نابالغ مرادوف اسفندیار در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.